یگید با من سلاح ده. صدای تیفرانی زیاد شده که چیکار میکنیم؟ با فکرم که با لیلا چیزی شد. من حمله میکنم، این خیلی نمیشود. پارتو گفتم. نفهمیدی مگر؟ سلاحت رو پارتو. کنیست احمق، تو سلاحت رو پارتو. نباشد تیرو در پیشونیت میخوری. سلاحت رو پارتو، نباشد دختر رو میپرونم. مایلش آروم شو. انا بین سلاحم رو میپرتویم. مایلش انا بین موندم. یکم دیوانه‌گری نکن. آروم شو. اکا زوری، باور کن بسیار زوری. در وقتش اومدی. اگر نمی اومدی همه ما رو با آخرت روان میکردم. علل خصوص لیلا رو. لیلا خوب هستی؟ این رو نزدم. ای خدایا توبه، آخر من چی گفتم که همه به سری من داد میزنم. یگید با من گوش کن. با تو گپ دارم. یگید التماس یک لحظه. مادامی که اینجا آمدید تو باید من رو گوش کنی. تو چی ها میگویی؟ حیاتی تو رو نجات دادم. اون را همچون یک قرض انسانی حساب کن. لیکن تو رو گوش کردن نمیخواهم. گوش میکنی یگید؟ گوش نمیکنم. اوف باز کنه خیری تو خاموش باش. تو خاموشیست. یگید ایست. التماس یگید. ما باید گپ زنیم یگید. ایست گفتم آخر. ایست یک لحظه. گوش کن، اگر مردنی باشه راهش رو خودت انتخاب کن. دیگر کس رو مجبور نکن که پسرت سلاح گذارد. رفته خودت رو به دریا غرق کن. زیر خطا را پرتا. چیکاری که خواهی کردن گیر، لیکن حق نداره که با من برای مردنت مشورت کنی. گمان کردم که مرده ای، لیکن سجان بوده ای. گویا که تو از من فخر داشته باشی. گپ در سر من نمیرود. سخنهای من منطق خود را دارد. خدای توبه، سخنهای تو با منطق بوده است و سخنهای من بی منطق. اکنون سخنهای تو برای من ارزش ندارند، فهمیدی؟ آقای مسار، لیلا رو نجات دادیم. اگه یگید اومد اما کاش که نمی اومد. این مرتبه قریب که او لیلا رو میکشت. باید یگان کار کنیم. یگید آمد یگان گپ نمیشد خیری. انشاءالله خوب میشود، نگران نباش. نه آقای مسار، شما اشتباه میکنید. با یکدیگر جنجال کرده استودم. من در عمرم کسی را فریب نکردم. خیلی که بودم همان خیلی باقی موندم. مثل تو رویا نیستم و نخواهم بود. لیلا ایست یگید. ایست التماس یگید. التماس ایست. تو باید من رو گوش کنی. بطاس، من در نزد انبارخانه هستم. یگید و لیلا در اینجا میپوشم. کار رو حل کرده بتوانی. در اینجا کارها چطور؟ یگید از او جدا شد. مایلش نباشد آنها رو نظارت کن. ایراجه کرده کارو تو. ایست یگید. از ماشین برو از ماشین. التماس میکنم یگید. ایست گوش کن. خدایا ایستو.
ایستاد تو مجبوری که مرا گوش کنی یکی یک طرفیش میگویم با هر کسی که خواهی رفته گپ زدن گیر لیکن مرا به حالم گذار یکی تو مجبوری تو باید مرا گوش کنی یکی ایست التماس یکی ایستا یک لحظه یکی خواهش میکنم مرا گوش کن گوش کن تو باید مرا گوش کنی من هم از این حادثه خرسند نیستم چند مرتبه خواستم که در حقیقت بمیرم اگر تو با من این خیلی رفتار کردن رو دوام دهی بهتر است که بمیرم اگر خواهی از بالایم گذر صدقایی نکن دور شو از راه هم میگویم اکیگی تروم شو یگید خدایا یگید التجا میکنم یک بار مرا گوش کن این خیلی مهم است یگید ایست اکیگی با کجا میروی زود کلید ماشینت رو به من ده ماشینم رو نمیدیم خیری این ماشین امانت است مالی دولت است یگان حادثه رو دیدی خیری بکی گفتم خیری نگو گفتم که نمیدیم باز ماشین رو میخروشی گپ رو دراز نکن حالا غضبناک است کلیدی ماشینت رو ده گفتم مایلش غضبناک است آقای مسا اکیگیت از اینجا رفت لیلا باشد از پی او رفت اکه خیری در اینجا یک آدم یارادار است نه خود یاری تجلی جغ زده بله جغ زده مکه 7 کسی دیگر فوتیده است خدایا آقای مسر از پی آنها شما نه آنها یک مدت همین خیل رفتار میکنند بهتر کاردار نشویم کنی اول دلشون را خالی کنند شما باشید به اینجا بیایید مایلش آقای مسر مایلش خیر آماده باشید پلیس آمدن میرویم اطاعت اکه نجیب سردار طبق خبرهای اطرافچیان آنها یک مرکز را استفاده میبرند یک شرکتی مخصوصی امنیتی آیا میدانید که صاحب این شرکت کیست؟ خسوری شما سینان ایران ذره به تعجب نفتادم تا حال از آن او خودش سرداری میکند یا اینکه دیگران کاری او را اجرا میکنند اینش را انیق نمیدانیم طبق قیدهای رسمی گویا خودش میکند آقای دوستان این آدم مثل حیوان مرده است اگر کفت خدا میداند که گرد اطراف را بوی چی میگرفته باشد هیچ گپ نیست اگر کفت هم آخران مراتب کفیده بوی میدهد پس خوش کده میرود شما کار را مستحکم دارید خوب شده است آقای دوستان من از محکمه اجازه گرفتم باقی کار در دست شماست اگر یگان حادثه شود زنگ زنید مایلش الله مددگارتان باشد تشکر آقای دوستان نیازی همه تیارن؟ تیار هستیم سردارم کدام وقتی که خواهید میبرید بسیار خوب کنی زودتر از پی کار شوید رفیقان میبرایم الو اکای لوین منم جاوید آدم های ما به طرف شما می آیند آگاه باشید مایلش شیرکم رحمت اگر یگان خبر دیگر هم شد تو به ما خبر بده بچه ها پلیس ها در راه می باشند به طرف ما می آیند برای چی می آیند اکا؟ صحبت کنی می آیند احمق باز برای چی می آیند عملیات می کنند همه را جمع کن همه چیز را پیش از آمدن آنها نابود کنید بچه ها شنیدید پلیس می آید تمام حجت ها رو دیسک ها رو چیزی که باشد همه رو جمع کرده بیارید بله بارانی بزرگ آدمی در درون بوده اما به ما خبر داد پلیس ها اینجا می آیند لونت وقتی که پلیس به آنجا می آید باید یگان چیز را نیابد مرا فهمیدی؟ خوب فهمیدم جناب نگران نباشید زودتر باشید نزدیک شدن می آیند زودتر همه چیزی رو نصف کنید زودتر باشید به من دهید اینها را آخر چرا من باید تو را گوش کنم؟ آخر باز کدام دروغی تو را گوش کنم؟ کدام دروغی تو را؟ دور شو از نظرم. آیا تو نبوده که حیاتی مرا سوزاندی؟
برایم خندیده از پسم سنگ میزدی. همینطور نبود؟ آیا همینطور نبود؟ باز چی میخوای از من؟ شرم نداشته باز مرا پیگیری میکند. مکار را تو چی عجلت رو میکابی؟ عجلش رسیده است، عجلش. با تو میگویم نیست یگید. یعنی گریختن میخواهی؟ با یگان جای نمیگریزی. مجبوری که مرا گوش کنی. اکا پلیس ها اومدن. آرام باشید، هرگز نترسید. دیسک اساسی را کجا کردید؟ در یک مکانی مخفی پنهان کردیم. در حیاتشون نمی‌یابند. شد. بسیار خوب. مجادله بر ضد ترور. در دستمان اجازت کفتگاه موجود است. اینجا رو میکنیم. تمام کارگرها رو جمع کنیم. خوش آمدید سردارم. بخیر هست. یکم خطایی کردیم. چی شد گپ زنید تا ما هم بدانیم. اول یک کفتگاه کنیم. پس همه ارجاع میفهمیم. در اینجا چی میسوزد؟ هیچ چیز. خونو خوردیم. با رفیقان گرم میشویم. از ماشین یک جهاز خاموش کنک بیارید. اطاعت سردارم. کو ببینیم رفیقان با چی گرم شده باشند. آتش رو خاموش کنید. این چیست؟ بگید آخر. معلومه که خنک میخورید شما رو باید مکانی گرم میبرید. این حجت ها شما رو 20 سال گرم میکنه. نگران نباشید. زودتر همه بدرون. همه جای ها رو وجب به وجب کابید. اگه جای رو به نظارت نگذارید. همه جا رو کابید. زودتر. سردارم اینو از کجا فهمیدن که ما با اینجا میاییم؟ نیازه دست اینها دراز میباشند. مسئله حجره های دنیز را فراموش نکن. یکی از نزدیکمان پرنده های مینیک میباشند. آنها خبر رسانیدند. فردا یا روزی دیگر بوی آنها هم میبراید. سردارم با گمانم که آنها همه چیز را با آتش زدن. به هر حال کتکو میکنیم. حتما در یگان جا یگان چیز موجود است. در این قدر وقت کوتاه همه چیز را نابود کردن نمیتوانستند. چند کامپیوتری که هست همه‌شو گیرید. فهمیدید؟ خوب شده سردارم. کتاب ها رو هم بینید. کتاب ها رو. ایست یکی داخل ایست. دور شو از نظرم میگویم دور شو. ایست یکی التماس. این دیوانه رو بین. خیر انا ایستادم. کو گپ زن چی میخواهی؟ تو از من چی میخواهی؟ چرا از خفای من میگردی دیوانه؟ با تو گپای زیاد دارم. مگر من حق ندارم که با تو گپ زنم؟ چی اگر مرا گوش کنی یگان جهت کم میشود؟ بله کم نمیشود. برای همین هم تو را شنیدن نمیخواهم. آیا تو فکر میکنی که من مردن نخواستم؟ هر روز مردن میخواستم. چرا مثل خرطه ویرانه تو تیوار یک گپ را تکرار میکنی؟ تو مگر سرودی دیگر نمیدانی؟ یکی دیست. گیر دستت را. تنها 2 دقیقه. بچه ها یگان چیز یافت نشد؟ نه سردارم کفتکوب داره. بسیار خوب. زودتر کفتکوب را ادامه دید. ادامه دید کفتکوب را. سردارم متاسفانه در اینجا یگان چیز نیست. نیاز این خودشی که پس متاسفانه. اگر انسان ها گناهگار برایند آیا ما خرسه میشویم؟ خدایا توبه. یگان چیزی که نیست کاش که یگانه خطا در این کارها ما میشدیم. عذر میخوام سردارم. یعنی وقتی که آمدیم زیغ نشوید گفته تسلی دادم. مایلش همه جای رو دیدید؟ دیدیم سردار. عارف اینجا بیا. رفیقان کامپیوترها رو گرفته ایستادن. آنها رو با امنیت میبریم سردار. بین بام رو دیدید؟ دیدیم سردار. حجتخانه ها را، درون آنها را دیدیم. همش رو دیدیم. سردارم چیزی پیدا نکردیم. باز تفتیش کنیم. بچه ها جستجو دارن. نیازی این آدم ها حجت های میسوزندگی را با آتش زدن. پس حجت های نسوزنده رو چیکار کردن؟ نمیدونم سردارم. در روزی روشن به کارخانه ما حمله کردید.
давлат ро ба яғмогарон табдил додед. мактуб ба додистон менависед و در حال فرمان کفتگار رو میگیرید. ناموس ما برای انسان‌های پاک را دو تینی پوچک میکنید. این چی حیات است؟ حتما روز شما را هم زیر سوال قرار خواهند داد. خاموش، افسانه نقل نکن. نیازی، اگر کارهایمان تمام شده باشد با بچه‌ها گپ زن جمع گیر کنند. خوب شد سردارم. بچه‌ها زودتر جمع گیر کنید. میرویم. عذر میخواهیم. اکنون از این پس شما با ادوکت شرکت تمام گفتگو میکنید برادر. گپ میزنیم. بس چی؟ ما طبق قانون رفتار کردیم. نیازی رفتیم. زیر فرشا رو هم دیدید نیازی؟ بچه‌ها دیدید؟ دیدم سردارم. بچه‌ها همه جا رو خوبتر گفتگو کنید. زودتر. برادر شما چه اینقدر کنجکاوی میکنید؟ ما وظیفه خودمان رو با پرگی اجرا میکنیم برادر. نیازی یزدی پایا و یک اسباب بیارید کن این چراغ را هم یک ببینیم. خوب شد سردارم. بچه‌ها شنیدید؟ سببش رو فهمیدن نمیخواهی؟ چرا باید فهمم؟ چرا من این کارو کردم؟ اصلی تو همین است لیلا. مقتضای طبیعتت همین است. درختی مکر تو 100 ریشه دارد. این خیلی نیست. من در حقیقت رو دوست میدارم. دروغ، همش دروغ است. تو به من خیانت کردی، به عشق من خیانت کردی. من تو را دوست داشته بودم، به تو باور کرده بودم، میخواستم عائله خود را بنیاد کنم. اگر خیانت نمی کردی همسرم میشدی، به فاتح مادری میکردی. نه تنها من بلکه فاتح هم تو را دوست داشته بود. اما تو مکاری نابکار برآمدی. در اول نابکار بودم، در آخر من اول و آخری تو را دانستن نمیخوام. بله تو رو فریب دادم، اما همه برای بخشش پرسیدن حق دارند. مگر تو در حیاتت خطا نکرده ای؟ کرده ای؟ بعد چی شد؟ بخشش پرسیدی. من هم از تو بخشش میپرسم. لیکن من نمیبخشم. فهمیدی؟ نمیبخشم. همون وقتی که خودت رو برای من زیر خطر گذاشتی همش رو فهمیدم. چقدر من رو دوست داشتنت رو فهمیدم. همون وقت چشمم گشوده شد. هیچ کس من رو مثل تو دوست نداشته بود. یگیت میفهمی؟ این رو دیر فهمیدم. خیلی پشیمانم. تو پشیمانی؟ من از عشق بی جواب پشیمان شدم. هر یک نفسم برای من زهر شد. هر یک نفسی من تو بودی. پس از این حادثه به تو نفرت پیدا کردم. انا همون وقت به تو عاشق شدم. بس کن. هرگز دیگر به من از دوستداری گپ نزن. فهمیدی؟ هرگز. آخر دوستت میدارم. لیکن من شنیدن نمیخواهم. به هر حال دوستت میدارم. تو دروی هستی لیلا. ریاکارو دروی هستی لیلا. التماس مرا ببخش. انا گشوده شد. از آن ما نیستند که اینها را با اینجا گذاشته است نمیدانم. بعد از سنجیدن ایزی انگشتانتان معلوم میشد که مونده است. گوش کن، به هر حال چیکاره که شود اول تو جوابگر میشه. فهمیدی؟
سردارم اینجا مثل مکانی اراخو می باشد. علامتاست. هر دویشون به جنگل آمدن. با فکرم که اینجا جای موافق است. مایلش هر دویش رو بکش. فهمیدم. التماس یگید با من یک امکانیت بده. با تو اثبات میکنم. من همه چیز را دارم اما رحم ندارم. تا مردنم تو رو دوست میدارم. فهمیدی؟ تا مردنم. من هم تا مردن با تو نفرت خواهم داشت. با ما بیا. چی شد؟ اینجا سلاح بدستی ما را پیگیری میکنن. تو اینجا بمان و فکر کند که ما اینجا با همیم. تو چی؟ من از خفا او را غفلت گیری میکنم. مبادا اگر تو رو بیند. او ما را با دوربین از پس درختها نظارت دارد، لیکن از آنجا خوب دیده نمیتواند. از این خیلی مسافه دور او را پروندن این کنو پذیر است. هیچ گپ نه. تو دقتی او را به خود جلب کن. ای برای ستار. این همه رو با ماشین بار کنید. دست آنها رو ببندید. ما چی کار میکنیم؟ در نزد داستان جواب میدید. باقی کار رو داستان میدونه. زودتر رو گردید. زودتر. من ادوکت خودم را میخواهم. تا او نیاید شما ما را بردن نمیتوانید. خدایا تو. آخر تو در اوید قانون ها همه رو میدونستی کو؟ وقتی که کافتکام میکردیم ادوکتات رو جیغ میزدی. اگر جیغ میزدیم یک جای شما رو میبردیم. به هر حال جیغ زنی هم به نزد داستان میآید. این دولت حقوق بنیاد میباشد. شیرکم نگران نباش. زودتر رو گرد. رفتیم. مرحمت بفرمایید. ستار برایت. از کجا مرا دیدم؟ سلاحات را پرتو. تو باز از کجا برآمدی؟ یگید لیلا میتوانی برای تو مرا چیکار دیدی؟ شیرکم تو بیعقلی. به طرف آفتاب نظر کن. دوربینت با جلوی خود من در این جای هم میگویم. رفیقان دورتر ایستید. التماس کمی دورتر. باری ما رو مشکل نکنید. یک طرف ایستید. نزدیک نشوید. دورتر ایستید. التماس خلال نرسانید. خواهش میکنیم. یک طرف ایستید. باری ما رو مشکل نکنید. کمی دورتر. تستر. یک طرف ایستید. تو رو با اتاق مخصوصی اسکران میبریم. کنی گذار. من به او یک امکانیت داده بودم. از افتش نه همه امکانیت دیوم رو میخواهد. به من گوش کن لیلا. با من سخن بازی نکن. آقای مظهر مرا ظاهر کرده است. بیا اکنون رفتیم. ایستا زنگ زنم آمده جسد این مردار را ببرند. مینیک از پیکاس یگان خبری هست؟ سلامتیش خوب شده است. سحر با او گپ زدم. کاری زد و خورد شیعه ها و سنیان چه شد؟ آیا میدی یا به ما کمک میکند؟ مثل پیشین وضعیتمون خوب نیست. همه ترسان شدن.
میگویند که به ما کاردار نشوید یا اینکه به تلفن ها جواب نمیدیم. از وقتی که مسئله موضوعی به نوار گرفتن افشا شده است، یک قسم آنها دیگر به ما باور ندارند. قسم زیادی آنها را شما آدم کرده اید، اما آنها درویه شدند. بیایید روزهای خوبی ماه فوریه را به خاطر بیاریم. با یک تلفن روز دیگرش در صحیفه اولی گازت ها پخش می شود. خیر میلش، مادامی که آنها میدانند که در دست ما نوارهای آنها هست، ما هم روی راست آنها را آگاه میکنیم. با آنها تکلیف میکنیم که یا در شبکه ها همه را افشا کرده حیات آنها را خوار و ذلیل میکنیم، یا اینکه به ما مدد کردن را دوام میدهند و ما مساعدت میکنیم که در لب دریا در قصرهای خود زندگی را ادامه دهند. به همه خبر بدهید تا اینکه در بین جوانان ملتچی در آمده اغوای و فتنه را زیاد گردانند. خانه های استقامتی کردها را که قبلا معین کرده بودیم اشاره کنند، مثل فاشیستای آلمانی. هی عالی جناب، خانه هایی که اشاره کردیم خانه هایی می باشند که خیش و تبارشان زیاد می باشد. یعنی که خانه رو سوزانی 1000 کس تیر و کمان گرفته به کوچه می براید. خوش آمدی برات. متاسفانه خوش نآمدم. لوند و آدم های او را دستگیر کردند. تمامی حجت ها و دیسکو را پلیس یافته است. همش را گرفته بردند. برات چی میگویی؟ به خاک یکسان میشویم. آنها آیدی من حجت و معلومات های زیادی دارند. تنها اینها نه، روزنامه نگارانه که استفاده بردیم، کتاب هایی نوشته اما شخصانی از کار پیش کرده. من همیشه میگفتم که اینها را نیست کنیم، اما یگان کس مرا گوش نکرد. اگر این معلومات ها در دست دادستان باشد تمام شده. اینجا شین. اینه شیشتمه. سرم را گرم کردی. انا شیشتم. بعد چی می شود؟ یک دم خب کن. یگان فکر داری برات؟ نقشه کاری که یادی قهوه خانه بود همون خیل ادامه میداده اید و پس چرا من از این حادثه بیخبر هستم؟ معلوم که شما مرا باور نمیکنید. این نقشه را قبلا آماده کرده به ما روان کردن. چنان که میدونی مرکزهای در خارجه بوده میخواند که چی قدر از یکدیگر جدا باشیم همان قدر کارهایمان برار میگیرند. تدبیر میکنند تا اینکه مثل رشته جوراب کشاده نشویم. خب همیشه کلانها خوبتر میدانند. با مسئله لوند برگردیم. حالا که فرصت داریم کاری زکی احیا را حل کنیم. چه خیر؟ اعتبارش را پس میکنیم. آرزو یک دختر را تشکیل کند با لوند. وقتی که دادستان و دختر تنها میماند مخفی آنها را به نوار گیرند، مثل خواسته خودمون نوار باشد، یعنی نواری که شرم آور باشد. پس میگوید که دادستان مرا تجاوز کرد. به هر حال کاری ما را آسان خواهد کرد. بسیار فکری خوب. اگر علیه دادستان این عملیات رو تشکیل کنیم تمامی کاری که تا امروز کرده است همش را به خاک یکسان میکنیم. من یک ادوکات زن را میدونم که از عهده این کار میبراید. پینار گفتنی یک زن است، کار را حل میکند. اول باید سینان را آگاه کنیم. شرکتی امنیتی از آن اوست. پلیس ها هر زمان میتوانند به خانه او روند. میدونی که از این برات گفتنیش از خوشم نمی آید. باز دیده دانسته مرا به این کار تکلیف میکنی آرزو. نه مرا خانه ببر. نمیدانم یکم کار کن. مرا گوش کن آرزو. در رفتار و گفتارت با دقت باش. تو با من چگونه صحبت کرد رایستاده سینون؟ من کاتیبه تو نیستم، فهمیدی؟ چه خیلی که لازم است همان ترکب میزنم. میگویی که به خانه میروم اما تو را در دیگر جاها پیدا میکنم مثل کوچه‌گردها. بی تربیه شده سینون. خودت بی تربیه. در کدام عصر زندگی داریم؟ چیزی که خواهم همون را میکنم. با من کاردار شده نمیتوانی، فهمیدی؟ انا در نهایت با هم دیگر جنگی شدم. تو کاردار نشو البری. در مدت یک ماه اینها یک دیگرشان را میکشن، ما باشه برای زدن میرویم. اوه کنیا تو بیزن بابا. باز دیوانگی رو سر کردی؟ چی کار میکنی سینون؟ بس دیگر با تو گپ زدن نمیخواهم. دادا خوش آمدی دادا جان. خوش باشی پسرم. چیکار تو؟ با خدا که خوبم دادا. شما رو دیده باز خوبتر شدم. ما باید در خانه؟ بله دادا. با پای اردو جنجال نکردند. کاش که نمی اومده. این مراتبه برای دیگر کار آمده ما پدر. بابا چیکار میکنید؟
این چه حال است؟ یگان گپ نیست دخترم، تنها با آپای آرزویت گپ میزدیم. لبای منم برات می با هم اور چیز میخواهی؟ با شرکت امنیتی تو پلیس حمله کرده است. چندی از پرونده ها اقرار شدند. سراغ شرکتی تو را دادند. حجت های مخفی بوده را، لوند را، هر چیزی که یافتند جمع کرده بردند. راست میگویی؟ البته راست. حالا پلیس ها به خانه تو می آیند. آید کفت و کپ کردن خانه فرمان گرفتند. چی شد سینون؟ برای چی میگوید؟ تلفن رو به من ده. الو، برای چی شد؟ آید کارخانه سینان مشکلی شده است. با او فهموندم. صدای تو را شنیده خوشحال شدم. من هم. با تو یک قرض عذر گفتن دارم. بله داری. کاری کرده رو فراموش نکردم. با تو واخوردن میخواهم. البته که اگر قبول کنی نمیخواهم که مرا همچون شخص قبیه بدونی. برای بخشش پرسیدن یک فرصت میخواهم. من به آسانی نمیبخشم. باز یک فرصتی دیگر را داری. یک فرصت. چی کار میکنی سینان؟ در پیش خودم روی شد. گفتت را گفتی. اکنون گپ را دراز نکن. برات هستی، بلا هستی. دو شو. یک دریا آب و یک سر خاک از همه داغوره ها و به لباسای شما جلو می بخشد. شیر در پاکیزگیش گپ نیست. گوشچینی نکتای گلاست. بافی انتخاب زیاد است و تب نازک. بافی انتخاب انیق است و درست. اینها نه تنها خاک همچنین محصولات مایع نیز دارند. اگر خواهید که زندگیتان مثل من شیرین و گوارا گذرد، پس موادهای شکلاتی و قنادی شرکت ترکی و آزلین را در تاجیکستان از بازار فراوان با نرخ خیلی ارزان خریداری نمایید. 985 88 90 90 زنگ زنید. الو سلام علیکم. شرکت قنادی آزلین؟ بله خودش. همون بایدتون رو دیدم، رکلامتون رو دیدم. میگم همین خندو در حقیقت بود ازتن. بله هم با مزه است هم نرخش خیلی ارزان. نه فکر کردم میگم شوخی نکنید. شنیدن کی بود مانند دیدن. هر سلامت باشید برادر. شنیدن کی بود مانند چشیدن. این رو رفته دیدن در و گمونم که در وقتی آنقدر خوب نآمدیم. در اینجا چی کار میکنی ای آدم؟ اصلا من به پیش خش و تبار دویم درجه هم نآمدم، بلکه همچون نظارتچی آمدم تا که این فرزندان من زیر امنیت ایمن باشند. تو چی سفسطه میگویی؟ چی خیلی نظارتچی؟ نظارتچی عملیات. آدم بری فهمان نجیب. برای کوتکوب کردن خانه‌تان از دستتان فرمان آمده است. همه این چیز را تحت نظارت گرفته رفیقان کوتکوب میکنند. باز از پی کارهای ناشایان میباشی نجیب. با دادستان شرطنامه بستید. تو روان میکنی او باشد امضا میکند. این چه خیلی مملکت باشد.
ака хуш омадӣ. мебинам ки яхҳоятон об шудааст. беҳудагӯӣ накун хайрӣ. ака ба худо ки ман ягон чизро намедонам. аз куҷо медонистам охир қасам мехӯрам. ба худо ки ҳамамон бовар кардем. то ҳол бовареам намеояд. табрик мекунам. хайрӣ ту бо сафсатаҳоят ҳамаро безор накун. лотиф оё ту медонисти ки лайло малика буд? сафсата нагӯй хайрӣ хаб кун. тақлид накун. суханҳои лайлоро магӯ. ҳардуятон инҷо монед. ки ҳардуямон? ману хайрӣ ё ин ки ману отиф? ту бо лайло. ниҳоят ба хотимаи кор расидем. ба хотимаи кор не, ба анҷоми кор омадем. зудтар бароед. хотима пеш даро. ана дарди сар ҳам сар шуд. ҳа дада боз барои бобоям чоҳ канданед. арзагӯӣ накун нурбону. ман кай аллаҳи ягон шахс нақшаи бад ташкил карда будам. бас хонаҳоят диққат кун нурбону. як лаҳза нурбонуҷон, кани фармони кофтукобатон ҳа? ниёзӣ марҳамат хонум адвокат. дар натиҷаи котукове ки дар ширкати амниятии шумо кардем чандин ҳуҷҷатҳо оиди гурӯҳи террористии эркенконду ёфт шуданд. боз чӣ? боз чӣ? оғои Синон ин қадар одами кур будаӣ. ин одамҳо туро расман суистифода мекунанд. то ҳол намефаҳмӣ он пулу қуввате ки аз ширкатҳоят дарёфт мекунӣ бо он пулатро дар корҳои ношоями худашон истифода мекунанд. илова бар ин тамоми ин корҳои ношоямро ба гардани ту бор мекунанд. вақте ки кор то маҳкама равад ту ва ту бар ин шахсҳо танҳо мемонед. дигарҳо бошанд бо шумо маймунбозӣ мекунанд. бедор шав Синон Йилдиз, бедор шав. наҷиб ин ҳама дар хаёли туст. хайр мебинем. дере нагузашта мебинем ки бо чӣ корҳо даст мезанад ва киҳо маҳбас мешавад. ҳама якҷоя мебинем. ҳатто инро ҳам якҷоя мебинем ки вақте ки маҳбасӣ мешавӣ ҳама он дӯстони наздикат ки туро латукуб мекунанд баъд мефаҳмӣ. инро ҳам мефаҳмӣ. бас акнун ҳар куҷои хоҳед меравем. ман бегуноҳам. кори хато надорам. корҳоям қонунист. ёзӣ оғои Синонро дастгир кунед. меравем оғои Синон. марҳамат. рафтем. дар ниҳоят коратро кардӣ дада. духтарам ман ягон кори бад накардам. чӣ коре ки кунӣ ҷазояшро дар ин зиндагӣ мечашӣ. кори ман бошад инҳоро дастгир карда ба адлия таслим кардан аст. агар гуноҳе надошта бошад пас мушкиле нест. агар дошта бошад пас на ман ва на ту ягон коре карда наметавонем. иншолло ки суханҳоятон рост мебарояд. набошад асло шуморо намебахшам. ягон коре накардам ки ту маро бубахшӣ. хоҳӣ бубахш, нахоҳӣ не. каме дигар мон писарам. сабр кун. ман лаҳзада интизор нашавам. ин гуна фаҳмидани лайло ки малика мебошад бисёр бад шуд. медонам ки зидди эҳсосоти ту рафтор кардам, аммо ту ҳам бояд маро бифаҳмӣ, чунки ба ту наметавонистам бигӯям ки малика дар қайди ҳаёт аст. чеҳраашро ҷароҳӣ карда иваз кард. чӣ бояд мегуфтам ки аз ин пас бо ту якҷо кор мекунад ва ту сухани маро беэътироз қабул мекардӣ йигит? ё малика будани лайлоро ба ту гуфта туро аз даст медодам, ё ин ки ин ҳақиқатро пинҳон карда ҳамроҳи ҳардуятон якҷоя кор мекардам. бояд ба як қарор меомадам. ман худро ба хатар гузошта ин ҳақиқатро аз ту пинҳон кардам. ҳоло фаҳмидам ки ин кор хато будааст. оғои масар намехоҳам ки хатоҳои пешин боз такрор ёбанд.
راست میگویی. آدمی زاد خطا میکند. از تو عذر میخوام که ملکه بودن لیلا را از تو پنهان داشتم. یگید به تو احتیاج زیاد داریم. برای انتخابات 3 ماه دیگر مونده است. در یک مرحله وزنین قرار داریم. نباید اجازت دهیم که ارکین کان دو عقیده مردم را ویران کرده انتخابات را به خاک یکسان کند. باید این روزها را برای جنجال‌های شخصی خودمون ترجیح ندهیم. اگر تا حال دلت برای این وطن بسوزد که من باوری دارم که میسوزد، کار را دراز نکن. در حال به سری وظیفت برگرد. همین که وطن آرام شد تو میتوانی با کسی که قصد داری گید قصدت را بگیری. مایلش آقای مسر. با لیلا ببخشید، من گفتنی بودم که با ملیکه به شرطی که همراه دیگر کار نکنیم. چخیل می شود که یک کار را میکنید و از یک دیگر مدد نمیخواهید؟ مایلش در یک جا میشویم اما با هم در یک وظیفه همکاری نمیکنیم. یک جا کار کردن شما به ما روح میبخشد. آقای مسر، من سخنم را گفتم. با تو دعوا نمی کنم. اینجا بازار ماشین فروشی نیست. یا گفته من می شود یا اینکه یگان چیز نمی شود. مایلش آقای مسر، چه کار باید کنم به من فهمانید؟ میدونستم به یک قرار می آییم. انشاءالله که از چنین قرار پشیمان نخواهیم شد. هممون نجیب و آدمهایش در یک عملیات کردهشان بسیار حجتهای مهمی را به دست آوردند. در امنیت منتظر ما می باشند. زودتر باید آنجا رویم. خوب شده است آقای مسر. هیچ گپ نی. بعد میبینی که همش مثل پیشتر خوب میشود. بسیار میخواستم که مرا ببخشد. التجا میکنم به من کمک کنید. انشالله همش خوب میشود. غمگین نشود. کمی به او مهلت بده. لونت را استینتاق میکنم. خبر کشی نکنه. نگران نشو، میمورد خبر نمیکنم. لونت دستگیر شده از گفته از نقشه هایمون باز نمیگردیم. بازیگران را عوض میکنیم که امینیک، اما از غالب شدن دست نمیکشیم. بسیار خوب قید کردید برانی بزرگ. وظیفه لونت را بر دوش خودت گیر. دقت آدم های در قهوه خانه بوده را جلب کن. یک کاری کن که کورتها هم حمله کنند. خوب شده از جناب. من چیکار کنم برانی بزرگم؟ تو باشد تشکیلاتچی دیگر طرف شو. به هر حال تو برادری پیشوای آنها به حساب می روی. تو را حرمت می کنند. با آنها فهمون که آخر تاکای از دست این ترکا عذاب و مشقت میکشید. اینها را که گفتی یک و یک بار همه آنها تیر و کمان به دست گرفته به کوچه ها میبرایند. روزنامه نگاران را فراموش نکن. در حال به مکان حادثه آمده مستقیم پخش کنند. میدونی کو؟ پس کار دختر ادوکتی که با تو چیتون ملاقات میکنه چی میشود؟ این کار را من حل میکنم. حالا میروم تا با اردو در این موضوع خوری کنم. همه‌تان وظیفه هایتان را به نقص اجرا کنید. تا انتخابات وقتی کم مانده است. نمیخواهم که کمبودی پیدا شود. خطایی نکنید که اصلاح کردنش امکان ناپذیر باشد. آقای دادستان، آیا از پرس و پاس یگان نتیجه گرفتید؟ متاسفانه همه چیز را انکار کردند. وقتی که ارکین کندو تشکیل شد اول به وجدان انسان ها دست گرفتند. خیلی فرض کردیم که تمام عمل دشمنهایشون را مباح میشمارند، اما آخر چخیلی که با آدم ها همکاری میکنند این عمل را با آنها هم روا میبینند. حجت‌های زیادی دسترس شدند. کامپیوترها. آیا از آنها یگان چیز روشن کردید آقای دادستان؟ یک حجت یافتیم که آید ساختار نوی میدیا بوده. رمزش 2010 می باشد. در این ساختار نو زد و خورد دانشجویان در دانشگاه ها، کتاب های تا انتخابات چاپ شده، مقاله های نوشته شده، رویخط حزب های وکیلانی در مجلس بوده که علیه آنها مقاومت میکنند می باشد. آخر عاطف همینجاست. او حتما یگان چیز مییابد. و فکر من سینا نمیداند که او را فریب میکنند. یعنی او نمیداند که از او تا این درجه استفاده میکنند.
برای پول و درآمد با آنها همکاری میکند، اما از اصل کار بیخبر میباشد. از دیسک ها، نوتبوک ها یگان چیز معلوم شد؟ علیه انتخاباتی که 12 ایول برپا میگردد نقشه های بسیار هم مخفی کشیدند. از نام هر یک حزب رویخط آدم های ارکین کاندو را معین کرده. مردم گمان دارند که 3 نفرین نامزدها ملتچی حقیقی کورد می باشند، اما در اصل آنها شریکان اصلی ارکین کاندو بوده. احتمال از وکیلان مجلس می شود. خودشان را دیندار نشان داده، اما در اصل با شریکان ارکین کاندو بوده. کوشش دارند خود را نیز به این رویخط علاوه کرده، ولی که ملت انتخاب کنند. وقتی که مجلس شده شد، اینها 2 وظیفه دارند. یکم میخواهند که با وکیلان کورد بوده زد و خورد کرده مجلس را به میدان جنگ تبدیل بدهند. دویمش در مرحله ساختار سرقانون بین حزب‌ها مشکلی پیش آرد. از فرصت استفاده برده یا میگویند که دین را از دست میدیم، یا میگویند که وطن را پاره پاره کرده ایستادند. در نهایت از حزبشان استفاده داده در بین مردم تفریقه میاندازند. وقتی که آنها استعفا میدهند، در همه جای آنها را مثل قهرمان ها پیشواز میگیرند و آنها را بالای سر میگردانند. در نزد تلویزیون ها آنها را چون شیرهای معرفی میکنند که وطن را نجات دادند. همین طریق به باقی مانده های حزبشان گوشرس میکنند که با سرقانون نو آواره نشوید. یعنی چیزی که فهمیدیم این مراتب ارکین کاندو میخواهد که با آدمهای خودش به مجلس دخالت کند. چیکار کردنت را میدونی؟ باید خوب با دقت شوی. نگران نباش، حل میکنم. من میروم. هر دویمون را یک جا باید نبینند. خیر، میلش برای کار. میلش تو بزدید. میبخشید 1 دقیقه. من اتاق آقای دادستان را میجویم. ببخشید، من کاری بسیار مهم دارم. میبخشید 1 دقیقه. لبای خانم، اتاق دادستان زکی یحیی در کجاست؟ در بالا، اما او حالا در مجلس میباشد. تشکر. سلامت باشید. این کار را انشالله دیده میبرایی. البته انشالله. این آدم ها انتخابات را برای خودشان مسئله حیاتی می حسابند. آنها فکر دارند که اگر این دولت دموکراتی شود تمام تشبس ها از دستشان می رود. از این رو آمادند که همه کار نامطلوب را انجام دهند. احتیاج شدن ما در کار بی‌پروا نشده کار را جدی پیش بردن لازم. آقای دادستان، با گمانم که عاطف گفتنی داره. آقای عاطف، تو را گوش میکنیم. جناب، کامپیوتر شکسته را سنجیدم جناب. از دیسکی داخلش حجت‌های بسیار هم مهمی برآمد. سر و سیما نشو عاطف، آروم باش. طبق یک حجت رمزدار امشب ارکین کاندو یک عملیات خونی را در نقشه دارد. در کجا عاطف؟ در حال باید عمل کنیم، نگذاریم که خون بیگناهان ریخته شود. نه خود که متاسفانه تا حال جایش را روشن نکردم، اما طبق نقشه گروهی ملتگرایان را با اغوا و دسیسه به طرف خیابان‌های استقامتی کردها میبرند جناب. آقای خیری، اینها را تقسیم این خودش چی پس؟ آقای خیری، زودتر، وقتمان تنگ از کار زیاد. فهما سردارم، باید چاره اندیشیم. کاری کرده باید لیوین را به گپ دراریم سردارم. نباشد دیر نکرده از پای کار میشویم. با اجازتتون. یگیت، خوشحالم که باز همراه همکاری میکنیم. علیه این نامردها چقدر شما را تنها گذارم سردارم. میبخشید، اتاق آقای دادستان زکی یحیی رو میکوبم. با من نشان نمیدهید؟ نشان میدادم، اما خانم او حالا در یک جلسه بسیار مهمی میباشد. با من هم واخوردنش بسیار مهم است. خانم شما بر وقت آمدید. آقای زکی به شما خبر داده باشد در وقتش وام میخورد. او حالا در مجلس میباشد. انتظار شوید. بران بزرگ سینو و لیوین را دستگیر کردن، اجازت ندادن که با آنها بخورم. باز فلاکت. یگان خبری خوش نیست؟ نگران نباشید، آنها سخن نمیکنند. کمتر پس پینور با زکی یحیی با میخورد. باید به ما رسمای خوب دهد.
دادستان را در تمام دنیا شرمنده کرده. او را باید بیکار کنیم. وقتی که این کار را کردیم باقی مانده کار مثل بندی جوراب کشاده می شود. میدانید که آیدی این کار بسیار با مهارت می باشد. نگران نباشید. سلامت باشید. سلام آرزو خانم. آیا تو مرا همیشه همین گونه میترسونی؟ آمدم تا اینکه گناهی دیروز بودم را ببخشی، اما اگر خواهی میرم. نه نرفت. لکن دانسته گیر که این گفتت به آسانی خاتمه نمییابد. هر چیزی که باشد حل میکنیم. گوش کن برادر، گپ را دراز نمی کنیم. من به تو سوال می دهم، تو باشی مرا خسته نکرده جواب می دی. چقدر که ما مونده شیم تو هم همون قدر مونده میشی. برای ما نه، اقلا برای خودت راه درست را انتخاب کن. به سوال های ما جواب ده. عملیات امشب در نقشه بوده را در کجا میگذرانید؟ چه خیل عملیات؟ من یگان چیز خبر ندارم. چه خیل خبر نداری ابله؟ آخر نقشه این عملیات ها از کامپیوتری تو برآمدند. عملیات را تو سرداری کرده بوده ای. قوه‌های سیاه را تو تشکیل میکرده ای. من این خیل چیزها را نمیدانم، نمیفهمم. رفته از دیگر جایها گناهکار را کابید. یعنی که آخرین سخن تو همین است؟ یعنی که تو ما را برای شکنجه مجبور میکنی؟ مرا با این سخنهایتون ترسانده نمیتوانید. کنی گپ زن برات. قبیحی و زشتی دیروز کرده رو چه خیل ببخشم. اولا از تو عذر میخواهم. حادثه هایی که از سرم گذشته است عصب هایم رو خراب کرده است. بعضی وقتا همه چیز از نظرم گم می شود. همین طریق حادثه در ساحل بودن نیست همین وقت راست آمد. آیا یگان دردی دوا نشونده داری؟ داروهای برای آرام شدن دارم. اگر آنها رو استعمال نکنم عقلم از سرم رفته باز می آید. شبها مثل دهشت و سیاهی مرا فرا می گیرد. این چگونه دارو بود؟ برای همین این سبیل به عقل گم کردگان فایده دارد. میخواهم که سرم رو به دیوار زنم. چشمونم یکون چیز رو نمی بیند. همون زمان خود رو داشتن نمی توانم. در ساحل هم همین شد. نباشد حسیاتی من بر تو دیگرگونه می باشد. یعنی چه خیل؟ نسبتی من چگونه حسیات داری؟ با تو همینش رو میگویم که تو بر این دختری زیبا را یافت نمی شود مردی که عاشق نشود. نباشد به من عاشق شده ای. کجایت درد میکند؟ کنی گپ زن. همین جایت؟ بله. دردم کمی گذشت. چه خیل دستانی ملایم داشته ای. در حقیقت هم دستانت فایده کرد. من هم به تو یک خوبی کنم. چه خیل خوبی؟ آن جسده که در ماشین دست کو. خیر با او چی شده است؟ پیش از نابود کردن آن جسد از پای انگشت‌هایش که بودنش را جستجو کرده یافتیم. کی بودنش را فهمیدی؟ البته. پس کی بوده است؟ آدمی ما بوده است. پیش از دستگیریش دست به یک چند عملهای زشت داده است. مثلا ماشین نجیب سردار رو ترکانیده است. چی؟ سبب مرگ زنی او شده است. با تو چی شد؟ با من گوش کن شیرکم، تو حالا هم گپ زدن نمیخواهی؟ چی شد؟ خسته شدید؟ ما کایها باز از پس ارکن کندوک گشتن خسته شدیم. عادت کردیم. سردارم بسیار شوخی با منطق بود.
اما این به شوخی بیهوش می شود. بینید سردارم دست و پایش به لرزه در آمد. هوشیار باش، باز تر نکنی. این روباهی نمی ترسیدگی را بینید. از ترس بیهوش شد سردارم. حالا چکار میکنیم؟ مرده بر این شد. نمیدانم سردارم. یگان فکری باید کرد. این عملیات در کجا میشود؟ در کجا؟ باید این رو فهمیم. یگید چی شد به تو؟ گبزن؟ اون شخصی که جسد رو به ماشینی من مونده است ممکن که آگاه کرده است. چرا به ماشینی تو موندند؟ آیا تو اوید مرگ زنی نجیب سردار یگان علاقه داری؟ در اون حادثه اون آدم را استفاده بردم. یعنی تو فرمان داده بودی که به ماشینی نجیب سردار بمب رو بذارند؟ بله، لکن ما نمیخواستیم که زنی او رو بکشیم. هدفی ما نجیب سردار بود، اما عوض زنی او به ماشین سوار شد. معلوم می شود که این کار کاری توست. من فرمانی داده شده را اجرا کردم. بمب رو اون آدمی کشته شده موند. نباشد آن شخص کاری کرده تو رو میداند، حالا تو را تهدید کرده ایستاده است. من حالا چی کار کنم؟ نترس، من هستم. به تو یک محافظ میدهم. 24 ساعت از نظر دور نمی شود. اگر لازم شود من خودم تو رو محافظت میکنم. در حقیقت این کارو میکنی؟ برای تو میکنم. شاید نجیب سردار داند که بمب رو من ماندم. ممکن که این کاری او باشد. اینش رو نمیدانم. آیا موی سفیدت میداند که دخترش رو تو کشته ای؟ اگر داند با من زندگی میکند. نمیداند؟ نمیدونم. من حالا چی کار کنم؟ گفتم که نترس. اکنون من هستم. آیا مرا محافظت میکنی؟ محافظتت میکنم. فهمو این خیلی ما با یگان نتیجه موفق نمیشویم. چی شد؟ او را با گپ در آوردید؟ متاسفانه نه جناب، از ترس بیهوش شد. اگر مثل ارکن کندو فکر کنیم، اگر شما میشدید چی کار میکردید؟ یعنی چی خیر؟ یعنی که آنها یگان جای رو به اغوا میدرارند. یگان جای رو که برای زد و خوردی کردها و ترکها مناسب باشد. با فکر من همین خیلی است. بعد از زد و خورد قهوه خانه خلق در خوف بودن خود را احساس میکنه. بله، با اغوا و دسیسه گمراه کردن آدمان برای این بشرفان چیزی نیست. آفرین لیلا. آفرین لیلا. از عاطف هم گذشتی. او هم کار خودش رو به خوبی کرد. البته همه باید با دل و جان وظیفه‌شان را اجرا کنند. هممون باید کمبودی های یکدیگرمان را اصلاح کنیم. همین طور نیگید؟ راست میگوید آقای مصر. کنی رفیقان، سفسطگوی ها بس است. همه چی کار کردنش را میداند. از پی کار شوید. من باید برآمده با ادوکت های پرونده ها واخوری گذارانم. مایلش. آقای زکی، یک دقیقه گوش میکنم. من ادوکت بویوک پینور، ادوکت آقای لوینت میباشم. من هم منتظر شما بودم، اما نامی دیگر ادوکت را گرفته بوده. ادوکت او منم، وکالتنامه‌ام در دستم. مرحمت به اتاق من گذارید. مایلش، این شخص از شعبه حقوق یاردمچی من است. همراهی ما دارد ممکن است؟ اگر وکالتنامه‌دان از شعبه حقوق باشد میتواند که او هم درآید. آدم هایی که از کوهستان فرامده جرأت باغبانها را پیش کردن دارند، پیش راهی ما را نیز میگیرند. به درون خانه هایمان در آمده آدمان ما را به قتل میرسانند. چی در مقابل آنها نشسته خاموش استیم؟ باید چیکار کنیم؟ پیش راهی این خائنان را نمیگیریم.
آیا قصاص شهیدان را از این قاتلان نمیستانیم؟ البته که میستانیم. انتقام شهیدان را میگیریم. مرحمت، شما را گوش میکنم. به من چی سوال داشتید؟ медонед ман оиди мавзӯъ як қатор ҳуҷҷатҳоро пайдо кардам. ғараз ҳуҷҷатҳои шумо агар розӣ бошед ба ягон тараф хона рафта ба ҳозир суҳбат мекардем. چخیر خورا خانم، کارم از موی سرم زیاد است. هر حجتی که دارید به محکمه پیشنهاد کنید. рост мегӯед, бояд ба маҳкама пешниҳод кунам, аммо гуфтам ки шумо ҳам бохабар бошед, тибқи хости шумо ҳуҷҷатҳоро омода кунам. من وقت ندارم که با این کارها مشغول شوم. من با حجت و دلیل هایی در دستم بوده اتهامی خودم را می نویسم. باقی کار را محکمه حل می کند. آخری تمام. حالا سخنم را به اتمام نرساندم. بسیار خوب، اما از کی خط میگیریم؟ کی بودن اونها را نمیدونیم. تو غمش را نخور. من جواب تمام سوال ها را دارم. من شبها سرم را در بارش مانده نمیتوانم. همیشه در پیش چشمم برادران شهیدم می آیم. برای همین گفته کی بودن آنها را یافتم. حالا گوش کنید، همش را به شما میفهمانم. اگر خواهید خودتان رفته قصاص گیرید یا ترسیده شینید، من خودم تنها رفته از آنها قصاص بستانم. اگر مکانی این خائنان را بدانی به ما بگو. انتقام شهیدانمان را میگیریم، به کسی نمیگذاریم. غمش را نخور. چه خیلی که گفته بودم، تمام سراغ قاتلان شهیدها در من هست. همش در همین نزدیکی ها زندگی میکنن. این خائن ها که هاین؟ از این محله میباشند. خائنانی که هر روز با آنها صحبت کرده سلام میکرده و فرزندان آنها همه‌شان تروریستند. خانه هایشان را یک یک معاین کردم. انا بینید، با گمانم از این حجت ها بخبرید. چیکار میکنید؟ گپ را زیاد نکنید. حجت را دراز کنید. نامتان چی بود؟ پینور بیوک. خانم پینور، اگر جدی سخن کنید شما را گوش میکنم. نباشد این واقعی در اینجا خاتمه مییابد. التماس برایید. خیر مایلش شما به همه سخنها جوابی قبیح میدهید. اکنون به موضوع میگذاریم. اویدی آقای سینا، به شما یک چند سوالهایی داشتم. انا صحیفه سیوم نظر کنید. دیدید اینها زیدی تهمت ها اینجا بوده می باشند. کدام سرلوحه نشان دید؟ در سیوم سرلوحه. این چیکارتان؟ زود از اینجا روید. پای افزالم پاشینه بلند دارد. از همین حساب عذر میخواهم. التماس برایت میگویم. من نیت شما رو فهمیدم. شما چی ها میگوید جناب؟ چی گپ خودش؟ با شما یک نامه را نشان داده بودم. خطا کرده پایم لغزه با آغوش شما افتیدم. یگان گپ نیست. من این نیرنگ ها را نظم میدانم. گپ را دراز نکنید و بیرون برید. راه گردید بچه ها. رفته از این نامرد حسابات بپرسیم. ایستید نکنید. منتظر شب شوید. در تاریکی کار را حل میکنیم. فدایان وطن هم با ما همراه میشوند. قصاص شهیدان را از آن بی‌شرفان حتما میگیریم. آنها از این شرف به نصیب نگردند. وطن پرند نمیشود. اینقدر دغل بودن شما رو نمیدونستم. اکنون فهمیدید. سلامت باشید. به نوار گرفتی؟ همش رو. زودتر از اینجا میرویم. آجا جان اینجا بیایید. رشرو پسرم در اینجا چیکار میکنی؟
یک آدم در اون رو باران خط کشید. یا خدایا چه خیلی شروع کرده باشد. انشالله که بخیر است. کنی گیرید برادران اینجا یراقهای اصلی ما می باشد. جنگ آزادی را فکر کنید. گیرید بچه. دشمنان همیشه یراق داشتند، اما باباهای ما چوب و سنگ. یا نازم الله. نترسیدند، نگریختند، شهید شدند، یاردار شدند و لیکن دشمنان را نیست کردند. حالا باشد نوبتی ماست. از اطرافمان دشمنان خود را باید نابود سازیم. ننگ برداری اجدادان گذشته امان باشیم. کردهای خواهی را از اینجا پیش میکنیم. قصاص شهیدانمان را میگیریم. شهیدان نمیرن. این کاری خطاست برادر، باید پیش راش را گرفت. پس چیکار کنیم؟ آخر ببین آدم ها از حد گذراندن. آخر این را بین نزد داملای خودمون اگر او سخن کنند شاید او را گوش کنند. بسیار خوب میشه. وطن باران نمیشود. خوش و پیش میرویم زودتر. آها کایم حکومت حاضر همش را میفهمیم. درود به برادران کردهای بیچاره و ناچاری من. اینجا چیکار میکنید؟ چای منوشیم. یا تامشین. برادران مگر حالا وقتی چای نوشی است؟ یگان کاربار نداریم. چیکار کنیم؟ به خانه هایتان رفته است. زن و فرزندهایتان را صاحبی کنید. فاشیستان به درهای خانه شما خط میکشند، اشاره میکنند. شما در اینجا بیکار میشینید. آنها باشند همه شما را به خاک یکسان میکنند. اکا تو چی ها میگویی؟ میگویم که خانه و ناموستان را صاحبی کنید، زن و فرزندهایتان را صاحبی کنید، به فاشیستان رحم نکنید. آیا شما را این آدم ها از جای استقامتیتان از منزلهایتان پیش نکردند؟ درست میگوید. مگر به شما در اینجا جای کار میدیم؟ گپی درست است. بله آنها رو نیست کردن لازم. کارشان تمام شد؟ به شما احتیاج ندارن. حالا باشد باز شما را پیش میکنن. حق را میگوید، حق است. هوشیار شوید، به دستتان سلاح گیرید، به این فاشیستان راه ندید، نگذارید که به شما چنین رفتار کنند. درست. شما اینجا ششتهید و آنها عمل دارند. اگر این آدم راست میگوید من دوست شما میباشم. 40 سال میشود که همراه شما. سخنهای خوب میگوید برادران. پیشوای شما را آگاهی کرده حمله دولت عرب بوده را من خبر نداده بودم. درست. او را از مرگ خلاص نکردم. حالا باشد جان شما را خلاص میکنم. این آدم حق است. راه کردن رفتن بچه ها. شهیدان نمیمیرن، شهیدان نمیمیرن، وطن پران نمیشود، وطن پران نمیشود. شهیدان نمیمیرن، شهیدان نمیمیرن، وطن پران نمیشود. اینها از کجا برآمدند؟ چیکار خبردار شدند؟ شهیدان نمیمیرن. رفیقان همه منطقه خودشو گرفت. وطن پران نمیشود، وطن پران نمیشود. با دقت شوید. شهیدان نمیمیرن، وطن پران نمیشود. رفیقان من شما رو میفهمم. میخواهید که انتقام شهیدان را گیرید، اما باید قاتلان را یافته از روی قانون به عدلیت تسلیم کنید. کردها هم مردم این سرزمین میباشند. با یکدیگر برادر باشیم. برادر با برادر از گل یکدیگر باید نگیرد، بلکه سخن کرده حل مسئله را بیابد. التباس با اغوای و فریب دیگران نافتید. آن شخصانی که آنها را کشتن میخواهید به قهوه‌خانه ارتباطی ندارند. برادران دوام دهید. راه گردید برادران، راه گردید. نترسید. ما باید خود را محافظت کردن توانیم. دادر زودتر به خونه روید. چی شد پسرم؟ بدل خونه ما نشانه گذاشتن. پلیس ها آمدن. زودتر باشید. راه گردید برادران، خانه و درمان را صاحبی کنیم. های سلامت باشید داملو محمود. با شما شبی خوش داملو محمود. با شما هم شبی خوش. داملو محمود، داملو محمود، داملو محمود. اما که صبری از نمازی خفتن دیر مانده گفته تلاش داری چی؟ بله، اما فلاکت اساسی دیگر است. داملو مردم به پاکستان همه به اغوا آمده است. برای انتقامی حمله روز گذشته به خانه کردها حمله میکنند. خدایا، در حال به پلیس خبر دهید. مایلش به پلیس خبر میدیم، اما تا آمدن آنها شما یک سخن کنید.
تو را دوست می‌دارند، حرمت می‌کنند. به یگان خطاگیر ها نداده پیش روی آنها را گرفته مانع آنها شوید. نباشد در حال رویم. خدایا تو مرا مدد کن یا رب. رفتیم. راهی ما را نگیرید. ما خون شهیدانمان را در زمین نمیگذاریم. خودها را پشتیبانی نکنید. شهیدان نمیمیرند، وطن پاره نمیشود. شهیدان نمیمیرند، وطن پاره نمیشود. برادران آرام باشید، خواهش میکنم. برادران آرام شوید. یک دقیقه تمام گوش کنید برادران. سردارم عیناً مثل گفته‌تان هدف آنها با اغوا و دسیسه گمراه کردن آدمان است. اینها همان قاتلانی هستند که آدمهای ما را، برادران ما را به شهادت رساندند. ما آن قاتلان را یافتیم، خونده های شهیدان را نیز گرفتیم. انا بینید، به این رسم ها نگاه کنید. چیکار میکنیم؟ گرد و اطرافمون رو پلیس ها احاطه کردن. همه را با پا خیزانید. شما کمی ایوا اندازید. آتش خودش زیاد می شود. امشب شاید میموریم، اما از راه همون بر نمیگردیم. شهیدان نمیمورند، وطن پاره نمی شود. نمیمیرند، وطن پاره نمی شود. شهیدان نمیمیرند، وطن پاره نمی شود. رفیقان ایستید. این کار را نکنید. خواهش میکنم. گوش کنید برادران، صبر کنید، صبر کنید. بس کنید برادران، بس کنید. شما چیکار میکنید؟ آخرین کارتان خوب باید آزادانه شوید برادران. زودتر. داملا من خسته شدم. تو زودتر رو قربانی تو شود. پیش روی آنها رو گیر. بله شما تو کمی استراحت. انشالله که خداوند مشکلی ما را آسان میکند. بچه ها آرام باشید. گرفت این دیگران نشوید. ایستید. شما میگویم ایستید. اگر دور باشی یکی آتش را خاموش کن. زودتر شو یکی. فهمیدم سردارم. من هم با شما میروم. باید او را دستگیر کنید. بس کنید آخیر. نکنید این کار را. پراکنده شود بهتر است. یگید من از این طرف میروم. مایل سردارم، ما از این طرف میرویم. رفیقان ایستید. این کار را نکنید. خونی برادران را نریزانید. گرفته این دیگران را شوید. پس کنید بگویم. سرم اجازت ده من گفتم. نزدیک نشو ایستو. من امام اینجا میباشم. با دقت باش دامولا، با شما را زدن نکشند. وقتمان که رسید ما هم میرویم. از این خواطر نیستیم. مایلش بیا. با شما میگم این کار را نکنید. دستت رو ده. نکنید این کار را. بیا. ایستید. آرام شوید برادران. بس کنید. آرام شوید. بس کنید. بس کنید. رفیقان برادران مرا گوش کنید. منم محمود دامولا. برادرانم، دوستانم، بنده های دوستدار الله. این چه حال است؟ چی قصاص نمیگیرید؟ مگر از این قاتلان حسابات نمیپرسید؟ حساب را شما نه، قانون میپرسد. شخصی که در یک صف راست ایستاده نماز میخواند، طاعت و عبادت میکند، روی به یک قبله میگرداند، یک خدا را باور میکند، یک پیغمبر را پیروی میکند، نباید با یکدیگر دشمنی کند. شما نباید دشمن یکدیگر باشید. اگر شما دشمن یکدیگر شوید، پس دشمن جانیتان شیطان را خشنود خواهد کرد. کنی بیا لطاس. کنی به طرف مرگ بیا. هرگز آوازت را نبرار. سلاحت را بمانده.
به این طرف گذار. لیلا با دقت باش، باز با تو آوارا نشویم. اگر نخواهی با تو نمیروم. اول کاری و تاز رو تمام کنیم، این از همه مهم است. زودتر رو گرد. مان خرگوشک گریزد و شکاشتی سر کند. من با این حسابات مخصوص دارم. تو کیستی؟ هیچ کس. آخرین آدمان افسرانی ما رو تیرباران کردن. خطا میکنید برادرانم. آنها همسایه های شما میباشند، دوستان شما هستند. هر سحر چهره یکدیگر را میبینید، سلام میدهید، از یکدیگر احوال پرسی میکنید. از دستتان که بیاید به درد و غم یکدیگر آواره میشوید. آنها برادران شما را شهید نکردند. آنها بین ترکان و کردان جنگ میاندازند. یعنی آنها انسانهایی که در این وطن زندگی میکنند بر آنها دشمنی میورزند. ترس الله را نمیدانند. این جنایت ها را شخصان صادر کردند که دین و دیانت را نمیدانند. حالا بگویید آیا گناه این گونه انسان را به دوش مردمی بیگناه زدن از روی انصاف می باشد؟ خانه های آنها را اشغال کرده کودکان آنها را ترساندن. نخواد که انسانی با وجدان خدا ترس این کار را کند. ما خانه یگان کس را زیر هدف نگرفتیم، کودکان یگان کس را ترسانده ایم. پس چرا با آنها پیروی کردید؟ ای انسان ها، پس چرا به گردی همایه آمدید؟ ای برادرانم، التماس میکنم به کین و نفرت و ملتچگی راه ندهید. آخر همه ما مسلمان میباشیم. همه امان از سلاله حضرت آدم میباشیم. انسانیم، برادریم. پیغمبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفته است که دین برادری می باشد. 1000 سال هاست که در این سرزمین همچون برادر بر این می باشیم. آیا این کینه و عداوت به ما چی فایده دارد برادرانم؟ کنی تو اینجا بیا. تو هم بیا. گوش کن. نام تو محمد است. بله. از تو هم. بله. از من هم محمد. هم نام پیغمبرمان می باشیم. ما سیبی به یک دیگر جنگ کنی را نه، بلکه باید یک دیگر را دوست داریم. قربانی شما شد. التماس میکنم بین خودتان فتنه ناندازید. شخصانی که بین شما فتنه می اندازند با آنها هم راه ندهید. یک کاری کنید که آتش فتنه را به کلی خاموش کنید. هوس‌های آدمی بد در حلق خودش درماند. کنی از برای خدا یک دیگر را با آغوش گیرید. مومن برادری گوش کن. من فرمان دادم. در ماشین بمب رو من موندم. هدف نجیب سردار بود. اول زنش به ماشین سوار شد. بر جای نجیب زنش مرد. نشون نجیب سردار کی سخن کرده ایستاده است؟ قاتل زنم. قاتل زنت مدتی در آزو رو میشستیم. آیا این صدا رو شناخته؟ شیطان آرزو هست. آرزو خودش از من یای همین قدر باقی کار را تو حل کن. بسیار خوب، اما تو کیستی؟ چرا با من این خوبی رو میکنی؟ من از کجا دانم که این گفته های تو راست میباشد یا اینکه نه؟ اینش کاردار نشو نجیب سردار. پالیس تو هستی، اینش را تو یاب. از جویت نجوم ابله. دستات رو بردار. یگید دو عاشق شیدا را یک جا میبینم. دو عاشق شیدا تو را به جهنم میفرستند. بتاز سلاحات را پرتا. به دوزخ تنها نمیروم.
شما را هم با خود میبرم. نفهمیدی سلاحت رو پرتاب. دیوانگی نکن و تاست. مغزی سرت را پاش میدهم نامرد. میخواهی به هندوستان سفر کنی؟ ما با شما امتیاز میدهیم. پول کلان لازم نیست. سیر و سیاحت شما را رستمی نور به دوش میگیرد. هر کی پیش آمد برد کرد. زیبایی و جذابیت کشور هندوستان در آلبوم ترانه‌های جدید رستمی نور با نام از هالیوود تا بالیوود بگیر و سفر کن. جانب خانه و بمالال و بخرج زیادتی راحت کن. آلبوم نوی ترانه‌های رستمی نور با نام از هالیوود تا بالیوود در تمام نقطه‌های فروش مواد آدیو و ویدیویی. روزهای نزدیک. تلفن برای معلومات 905 55 44 11. فرصت فرا رسید. عشق سومن و مهراب آشکار می شود. روزگاری پرماجرای یک جوانی دهاتی، تپش قلب، رنج مادر، انتظارت میشم، جدایی و دیدار، بهار عشق و خزان اندوه. ارزنده ترین راه در فیلمی مهراب. Хочется сладкого? Лакомка от фабрики «Ата» – это то, что нужно. Вафельный сюрприз и шоколадное удовольствие. А теперь еще и лакомка мини. Маленький праздник каждый день. Лакомка вафли в шоколадной глазури от фабрики «Ата». Самое сладкое удовольствие. یک دریا آب و یک ذره خاک از همه داغ‌ها و به لباس‌های شما جلوه می‌بخشد. شیر در پاکیزگیش گپ نیست. گورچینی نکهت‌های گلاست. بافی انتخاب زیاد است و так نازک. بافی انتخاب عمیق است و درست. اینها نه تنها خاک، همچنین محصولات مایع نیز دارند.